یک دو سه چهار. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بخوانید. سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت هستید. راز سیوم، موضوع امروزه ما خودتان را راهبر خود در نظر بگیرید نام دارد. یعنی شما باید خودتان را راهبر خود در نظر بگیرید. ویلیام هنلی میگوید من ناخدای روانم هستم، من حاکم سرنوشتم هستم. از همین حالا 100% مسئولیت کامل هر چی که هستید و حتی هر چی که خواهد بود را بپذیرید. از بخشیدن یا ملامت کردن دیگران به خاطر مشکلات با کمبودی ها و نارسایی ها بپرهیزید و از شکایت کردن درباره موردهای از زندگی امروزتان که شما از آنها راضی نیستید خودداری کنید. شما مسئول هستید، نیستید خودداری کنید. شما مسئول هستید اگر چیزی در زندگیتان وجود دارد که شما آن را دوست نمی دارید. حالا فرصت دارید که آن را تغییر دهید. شما مسئول زندگی خودتان هستید. بیش از 3% مردم موفق سیاره زمین خود را راهبر خود می دانند. مهم نیست که معاش آنها را چه کسی پرداخت می کند. بزرگترین اشتباهی که می توانید گرفتار شوید این است که فکر کنید برای کسی جز خودتان کار می کند. شما همیشه راهبر خویش هستید. شما رئیس شرکت شخصی خودتان هستید. فرقی نمی کند که ممکن است در همان لحظه در یک شرکت مشغول کاری باشید. وقتی خودتان را کارفرمای خود پندارید، توانایی ذهنی خود را بهبود می بخشید. ذهنیت استقلال مالی داشتن، مسئولیت پذیری و خودساخته بودن به جای آن که منتظر بمانید تا کارها انجام شوند و اتفاقها رخ دهند، خود باعث رخداد و حادثه ها و ایجاد فرصت ها شوید. خودتان را سرپرست و مسئول زندگی خود پندارید. خودتان را کاملا مسئول سعادتمندی خود، بهبود زندگی مالی، شغل و رابطه خود، شیوه زندگی خود، خانه، ماشین و هر چیزی که مربوط به زندگی می شود. بدانید که این موضوع اندیشه اساسی ثروتمندان خودساخته است. افکار مسئولیت پذیر بسیار سازگارند. آنها در هر کار پیشقدم هستند. داوطلبی هر آزمون هستند و همیشه خواستار مسئولیتی بیشتری می باشند. بنابراین این گونه افراد در سازمانشان فردی ارزشمند و مورد احترام محسوب می شوند. آنها همیشه خود را برای کسب مسئولیت‌های والاتر آماده می کنند. شما نیز همین کار را بکنید. در اینجا یک سوال وجود دارد و آن این است که اگر شما را روز راهبری شرکتی که در آن کار میکنید انتخاب میکردند، به شما کاملا مسئول نتیجه های کار خود می بودید، فوراً چه تغییر در آن میکردید؟ جواب سوال شما هر چی هست آن را یادداشت کنید. نقشه های کشید و همین امروز آن را به اجرا درآورید. این عمل به تنهایی می تواند زندگی شما را تغییر دهد و این تمرین عملی و یا مشق عملی را حتما برای خود یادداشت کنید. دلیل ها و
کمبودی های موردی نظری خود که سبب شده اند بتوانید به هدف های مالی خود دست پیدا کنید، آنها را روشن یعنی شناسایی کنید. آیا کسی یا چیزی در زندگی شما وجود دارد که باعث شده باشد تا شما عقیب مانده باشید؟ این دلیل ها هرچی باشد مسئولیتی کاملی زندگی خود را بپذیرید و همین امروز خودی حالا کار خود را به طوری جدی آغاز کنید. یعنی عزیزان، منظور این که اگر شما را در شرکت یا در مؤسسه کار و فعالیت میکنید، خودی امروز راهبر تعیین کنند اولین تغییراتی که شما در آن خواهید کرد چیست؟ آن را حتما برای خود یادداشت کنید و از همین روز شما همین گونه تصور کنید که شما را راهبر تعیین کردند و شما چی تغییرات و یا نوآوری در کار خود ایجاد میکنید. و عزیزان، این موضوع بخشی سیومی کورس های ما بود که از 21 موضوع عبارت است و این موضوع پایانی بخشی سوم یعنی کورس سوم ما بود که برای ثروتمند و موفق شدن ما پیشکش شما عزیزان گردانیدیم و من باور دارم که حتما موضوعهایی در پیش ایستاده برای شما مفید هستند و طوری که ما در برنامه‌های قبلی گفته بودیم. خب هر چی سوال دارید مرحمت پیشنهاد کنید، ما آماده هستیم که به سوالهای شما پاسخ گردانیم. همچنین موادهای جالبی چاپی یعنی نوشتاری ما را می توانید در تلگرام کانال و نوارهای کوتاهی انگیزشی ما را در کانال اینستاگرام نیز پیگیری کنید و با خیرت بمانید تا بهترین ها را بخوانید، بشنوید و از خود یک انسانی موفق و پیروز بسازید. ما همه تلاشمان را برای رشد شما انجام میدیم و خودتان را چون همیشگی احتیاط کنید تا برنامه‌های دیگر موفق و سربلند بمانید.